تمام شرکت‌هایی که نوابسته به استخراج سریدارای گیالوگیا نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش‌های گیالوگی قهر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین میباشند. شرکت‌های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوست اودینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعتی کوهی، شرکت اپریلفکا. کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت‌های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن‌های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت. خطر همین است که مثلا اونا میتونن با عوض همون سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همون کانا و همون ذخیره‌ای که هست. ما شاهد بودیم در این چند سال که مثلا چند ذخیره کیلو را گرفتن جاش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توان پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم. به همین خاطر احساس کردم در کار. بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستانی بدخشان در پس منظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده. با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.